Chest Day Best Day. خوش اومدید به قسمت اول ویدیوی دوره حج. یه اپ نصب کردم به اسم کرفس که کالری تو حساب میکنه، پروتئینت حساب میکنه نسبت به غذایی که میخوری. یه اپ قبل از این داشتم به اسم مای فیتنس پل که اپ خارجی بود و خب اونم اوکی بود، میتونستی کالری رو اینا رو حساب کنی، ولی خب غذاهای ایرانی رو نداشت. مثلا تو کرفس میتونی بزنی 20 قاشق خورش قیمه خوردم امروز و قشنگ برات کالریشو میاره. این نکته مثبتش بود. پس حتما اگه میخواین وزن اضافه کنید، میخواین وزن کم کنید، اپ کرفس رو دام کنید. ویدیو سبک سمساله که میکنم خیلی سعی میکنم خیلی ادیت نزنم و دیگه توپوها و مکسا و اینا رو احساس میکنید. کات هم سعی میکنم نزنم، ادیت خاصی نداره. و اینکه آره دیگه میخوایم بریم رو آپرچست کار کنیم، بالا سینه، چون من بالا سینم نسبت به پایین سینم ضعیف تره. بالا سینه همه کلا ضعیفه، احساس میکنم هم چیزی که من میبینم و کلا بالا سینم حس پر بودن بیشتری بهت میده دیگه. فکر کنم اینجا بیاد بالا. و اینکه صبحونه زدم شیر با ماسالا با کیک، صبحونه سبکیه چون الان میخوام برم دوباره تمرین کنم. میل دوم داریم، یعنی بین صبحونه و نهار یه دونه بعد دیگه قرار بخورم. اون بعدم سعی میکنم که تخم و سیب زمینی چیزی باشه. و اینکه الان 68 کیلو هم با قد 182 3 و میخوام که تا 2 ماه دیگه برسونمش به 72 تا 2-3 ماه. آره تا آخر سال میخوام برسونمش به 72 یا 73 یا حتی اگه بیشتر تونستم برسونم، چون دوره حج میخوام خورده بالکی تر بشم، از حالت لاغر مردنی بیام بیرون. چون از پشت لباس اصلا معلوم نیست که من دارم 3 سال تمرین میکنم. فاکینگ 3 سال اصلا معلوم نیست، انگار تازه از کمپ برگشتم. ولی دیگه نه در اون حد، ولی خب منظورم میفهمی دیگه. ساعت 8:45 صبح تا برسیم سمت باشگاه میشه 9 و امیدوارم باشگاه خلوت باشه، آهنگ صداش کم باشه، بتونم براتون فیلم برداری کنم با این میکروفونه، چون میکروفون رو باید آپگریدش کنم. واقعا صدای باشگاه رو میگیره کامل و ممکن هم کپی رایت بخوریم هم شما اذیت بشید. بس به هر چی سریعتر یه پولی جمع کنم میکروفون رو آپگرید کنم. 5 تا حرکت شاید بزنیم و آپرچست رو میخوام اسپم کنم، یعنی اسپم چند تا ست پشت سرم دیگه، 3 ست یا 4 ست نباشه، 6 ست مثلا بزنم شاید. این چیزی که حس میکنم برای من خوبه. شما باید همون چیزی که حس میکنید خوبه براتون رو بزنید. اینجوری نیست که طبق یه برنامه برید جلو. برای من که اینجوری کار میکنه، ولی شما رو نمیدونم. اگه مبتدی که نه، مبتدی اون چیزی که مربیت بهت گفته رو باید بری بزنی. ولی خب اگه یه مدت داری کار میکنی، اون چیزی که فکر میکنی اوکیه برات رو بزن. نمیدونید که چقدر خوشحالم که این ویدیوها خیلی ادیت احتیاج نداره، چون ویدیوهای دیگه سرشون مثلا 5 ساعت بشینم ادیت میکنم و واقعا دهنم سرویس میشه. یه کات احتیاج داره، تامنیلم که تامنیل خاصی نمیخواد، یه اسکرین شات از بهترین فریم کل فیلم و تامنیلم آپدیت میشه، آپلود میشه. آره دیگه همین، بریم سمت جیم. ببینمتون. اوکی. 5 متر سیم داره این میکروفون لامصب. بعد یه میکروفون بگیرم اصلا امیدوارم صدامو بشنوید. تازه گفتم یه خورده صدای آهنگو کمتر کنم وگرنه کلا نمیشنوید چی میگفتم. نظرم عوض شده، میخوام 7 ست بزنم، میخوام 5 ست بزنم. ست اول با 10 گرم میکنیم، 2 تا 10 و میریم برای 17 و نیم. 3 تا 17 و نیم، شاید یه دونه 20 هم زدم. وقتی میخواید حجم بگیرید باید رپ کم بزنید و ست زیاد، که مثلا اینجوری باشه که 5 تا 8 تا یا 6 تا، نه باید 15 تایی بزنید دفعه. بریم شروع کنیم. میخوام اینو حالا چون گرم کردن یه 15 تا بزنم.
یه 8 تا اس کردم گرم زدم دیگه نشمردم. بالا سینم همونجوری که گفتم از وسط سینم چیزتره، ضعیفتره. مثلا سینه معمولی بدون درجه رو شاید 22.5 بزنم برای رفت یا 20 بزنم، 22.5 یا 20. اینو 20 بزنم رکورد زدم، یعنی همیشه 17.5 میزنم. حالا این دفعه میخوام بهش میگم پی آر، یعنی پرسونال رکورد. این برای 8 یا 10. ایزی 12 تا. ببینید فرمم اینجوریه که تا اینقدر فاصله از صورت میزنم و بالا هم کامل نباید اکستند کنی دستتو. تا اینجا اوکیه. کامل بزنی به سرشونه و آلنجت فشار میاد. دستام فکر کنم خیلی باز نگه میدارم تو فرم. اگه نگاه کنید دستام باید فرمش رو درست کنم یه خورده بسته تر بشه. حالا که دارم فکر میکنم 17.5 سبکه برای اون حجمی که من میخوام بگیرم. 20 میذاریم. 20 رو نمیزنم معمولا 17.5 میزنم، ولی خب حالا 20 بزنیم که خورده حجم بگیریم. بالا سینه زیاد زدم یه مدت، بالا سینه پیشرفت می‌کنه. به فرمم گیر ندید چون احتمالاً کامل نمیام بزنم به سینم. همونجوری که گفتم تا اینقدر فاصله با صورت میام بعد میبرم بالا. 8 یا 10 بریم. اوه let's go. Let's go. Oh. اوه 2 تا 20 بودیم. اوکی من همینو 2 ست دیگه میزنم تو حرکت بعدی میبینمتون. اوکی اومدیم پرسینه دمبل با 22.5 میخوام بزنم. گفتم حالا چون هالتر زدم برای دمبل بزنم. معمولا پرسینه رو با هم هالتر میزنم، ولی خب گفتم یه تنوع ایجاد کنیم. 5 ست هم زدم. اینم 4 ست هم 22.5 رو میخوام اسپم کنم. شاید بعدش رفتم 25 نمیدونم. حالا ببینیم چی میشه. Let's go. بتونم ببرمش بغل سینم تمومه دیگه، میتونم ببرمش بالا. اوکی 22.5 خیلی سبکه. 12 تا زدم نه اینجوری باشه. بعد مکس هم روی 8 یا 10 باشه. بریم 25 میبریم. $25 دمبل تا حالا نزدم، نمیدونم چجوریه. اگه بتونم فقط بیارمش اینجوری دیگه بالا بردنش فکر نمی‌کنم خیلی کار سختی باشه. آره دیگه میزنمش. برو بریم. وقتی باشگاه رو شروع کردم هم وزن این وزنایی که الان میخوام بزنم بودم. برو بریم. فقط بتونم ببرمش بالا تمومه. Let's go, let's go, let's go. آره ایوه. 1 2
8. اوه اینو یه دو سه زدم، دو سه دیگه میزنم میرم حرکت بعدی میبینم. حرکت بعدی تصمیم گرفتم که بیام دیپ بزنم. بالا سینه رو زدیم بدون زاویه، دمبل سینه رو زدیم برای وسط سینه و پایین سینه رو الان میخوایم بزنیم. دیپ برای پایین سینه خیلی خوب. اگه تا وسط برید و بیاد اینجا، کامل نرید بالا. اینو بزنید برای سینه‌تونه. بعدم بریم چست فلای بزنیم، دستگاه سینه فلای، هم چیزی بهش میگن تو فارسی، که پامپ کنه سینه و بریم فیگوری کنیم. 4 تا ست 20 تایی میخوام بزنم و اینکه آره دیگه بریم 20 تا. اوکی 20 تا نصفه که رو سینه فشار بیفته. واو امیدوارم 20 تا شده باشه. واو پامپو از همین الان میتونم ببینم. پشت بازوها خیلی ضعیفه و پشت بازو بزنم. یه سری زنجیر هست ببندن رو کمرشون برای که مثلا بارفیکس رو بخوان سنگین‌تر بزنن، دیپو بخوان سنگین‌تر بزنن، وزنهایی که حرکتایی که با وزن بدن خودتر بتونی اضافه کنی، زنجیر میبندن رو کمرشون و وزنه بهش اضافه کنن که مثلا 20 تا نزنین، حرکت 8 تا 10 تا بزنین. نداره تو باشگاه متاسفانه. یه جنس آهن بدی داره این گریپ اینجا، کف دست آدم از بین میره. اگه پول داشتم باشگاه گرونتری میرفتم ثبت نام میکردم. خب دیگه اینو یه 2 ست دیگه میزنم، این فلایی هم برای تو فیلم میگیرم و بعد یه فیگورگیری کنیم. اوکی حرکت آخر. این یادم من بهش چی میگن؟ بهش میگن که قفسه سینه دستگاه. توی انگلیسی بهش میگن چست فلای چست فلای ماشین. حرکت آخر این 4 تا ست 10 تایی بزنیم. سنگین میزنم اینا، نمیدونم چی در مورد سینم هست که بتونم اینقدر سنگین بزنم. 60 یا 65 مکسمه یا 70 هم فکر کنم بتونم بزنم. حالا امتحان میکنیم. بریم دیگه، بریم پامپو بگیریم و فیگور گیریم. حالا 55 کیلو سه تا که اضافه شد، 5 تا میبرمش بالا. سبک نه سبک نمیزنیم، وقتمو حروم میکنم. کردم 60 چون دیگه 55 واقعا خیلی سبک بود. بریم 10 تا بزنیم. بریم 65. بچه‌ها من اگه میکروفون رو عوض کردم حتما تو کامنت بهم تبریک بگید. الان این میکروفونه 500,000 تومان از دیجیکالا خریدمش. میکروفون خوبیه، کار رو اندازه، به در باشگاه نمیخوره. کیفیتش متوسطه. این بخوام یوتیوب شروع کنین خوبه، ولی برای اینکه بخواید کار حرفه‌ای داشته باشید باید حتما رود بگیرید. رود وایرلس ها. این 5 متر سیم داره. الان انقدر سیم تو جیب منه. یه 80 دیگه بریم.
65 بریم 70. بریم بدون 8 دیگه بزنیم. 8 دیگه 70. 8 تا بزنیم. ببین حرکت خیلی لازم نیست بری عقب. نمیخواد از بدنت بره عقب تر. اینجا هم باشه اوکی، حتی اینجا هم باشه اوکیه. خیلی بری عقب ممکنه تو خود آسیب بزنی. جلو بازو هالتر لاری مخصوصا من یه دونه دیدم قشنگ بازوش پاره شد. کامل نمیخواد باز کنی تا اینجا اوکیه. که بریم دیگه. آره آقا عالی 8 تا. چون میخوام پامپ خوبی داشته باشم شاید آخری رو 6 تا زدم ولی سنگین. که بریم برای فیگورگیری و تامنیل رو بذارم براتون و ویوهای مهدوی کیا. 1 2 3 4 5 6 6 و نیم 7 و نیم 8 نرسید. فکر کنم کافی باشه. کافیه چون اینم خیلی سنگین بود نسبتا. 8 هم نتونستم بزنم. فکر کنم پامپو کامل گرفت. بریم برای فیگور. خب تمرین تموم شد. بریم برای فیگورگیری. من یه قمقمه‌ای داشتم اینجا گذاشته بودمش توی میزی که حالا گذاشته بودمش توی کابینتی بود. گذاشته بودمش اونجا. یه افغانی تو باشگاه کار میکنه برداشته بردتش. نمیدونم چرا کل تمرین آب نتونستم بخورم. چه وضعیتی خدا وکیلی. من دیگه میکروفونو میذارم کنار فیگورگیری میکنم که ببینید پامپ خوبی داشتیم یا نه. برو بریم. خب اینجا فکر کنم لایتینگش بهتر باشه. اونجا هم یکی می‌خواست همون موقع دقیقاً بره پرستینه بزنه. اینجا لایت از بغل میزنه خیلی لایت خوبیه. اینجا براتون فیگورگیری میکنم. بکنیم آقا بکنیم. اون که لایت زیادی نباشه که اصلا نتونید ببینید. دوره حج مثلا هفته دوم اینا دیگه فیبر سینه رو نتونید به وضوح الان. من برم خونه دوش بگیرم غذا رو بخورم ویدیو رو براتون ادیت کنم و بذارم. تا ویدیو دیگه فعلا.